خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ممنونم از دوست عزیز پیک شادی خان بابا خان به خاطر شعرهای قشنگش که تلاش میکنیم به شکل مناسب از اونها استفاده بکنیم. البته منظورم علاوه بر صفحات فیسبوک پیک شادی است که الان این شعرها رو میشه درش دید. همینطور حسن خان عزیز از کرج مثل همیشه ما رو با شعرها و مطالب طنز خوبت شرمنده کردی، تشکر میکنیم. دوست گرامی یگانه از نروژ، قطعه موزیک و ترانه خوبتون به دستمون رسید، به قسمت‌های مربوطه هم دادیم. خیلی هم خوشحالیم که با دوستان هنرمندتون در جمع یاران سیمای آزادی قطعات و کارهاتون رو مستمرا برامون ارسال میکنیم. علیرضا از گرگان نوشته که به بسیجی گفتن تو ایمیل داری؟ گفت نه خیلی ممنون، تازه ساندویچ خوردم، نوش جان. مهران از تهران، مجموعه طنزهایی که برای دکتر بزنبهادر فرستاده بودی رسید، خیلی هم عالی بود، دست در نکنه. یه موردش رو با اجازه خودت و دکتر بزنبهادر همینجا بگم. نوشته که وضعیت رژیم در آستانه مراسم تحلیف آخوند روحانی که خب ناچارم براش نفرم دعوت کنن از این طرف اون طرف، در حالی که از حالان پیداست که ویترین اختلافات نظام و بدبختی‌های خامنه‌ای خواهد بود. حکایت همون شوته است که شب تو خیابون رانندگی میکرد، یه مرتبه دید ترمزش نمیگیره، از روبرو هم یه کامیون داشت به سمتش میمد با سرعت زیاد، هر کاری کرد نتونست کنترل بکنه، بعد سریع بغل دستیشو بیدار کرد، گفت اسقر پاشو تصادفو تماشا کن. دوست گرامی گوهر نوشتن که با این دزدی‌ها و اختلاسایی که تو رژیم داره رو میشه، شهرام جزایری دچار افسردگی شده و میگن که تو زندان همه دارن مسخرهش میکنن و بهش میگن آفتاب دوست. منصور از کرمانشاه نوشته که فرق آدم و آخوند اینه که آدم وقتی گول میخوره گریه میکنه، آخوند وقتی میخواد گول بزنه. در چند ثانیه آخرم اجازه بدین تشکر بکنم از عیسی عزیز. جواب نکاتت رو در فیسبوک میدیم. اینجا فقط بهت بگم که یاشاسن عیسی گارداش.